آره آره شو. درود بر شما. اجازه بدین سوالاشون رو مطرح بکنن عزیزان، اشکالی نداره. ببینید هیچ سوالی احمقانه نیست، اما جواب میتواند احمقانه باشد. این رو امروز بیاد داشته باشیم. ممنونم از شما عزیزم. من فکر میکنم شما دوست عزیز من در درک موضوع گل سرخی دوچار اشتباه هستید و مطالبی که فرمودید مصادره به مطلوب بود. یعنی فرمود ایشون آدم ربایی کرده بود، چه کرده بود. نه، هیچ کدوم اینا نبود عزیزان. یک گروهی دور هم نشسته بودن. آخر در هیچ قانونی از تصور جرم که جرم نیست، اقدام و ارتکاب هست که جرم هست. اینها آمدن یه تعداد زیادی رو دستگیر کردن. همه اینها یه هفتیر بود، 5 تا فشنگ. آقای کریمی گفتن اینها میخواستن برون ولیعهد رو بدزدن. خیلی خوب، آیا ولیعهد رو دزدیدن؟ نه. آیا اینا رو موقع ارتکاب دزدیدن ولیعهد دستگیر کردن؟ نه. پس چه بوده؟ یک چیز اتهامات بسیار بسیار واهی بود که اینها گفتن یک همچین فکری اینها داشتن، حالا ما اینا رو گرفتیم. اینا یکی دوتا نبودن که عزیزم، که یک بانوی محترمی که امروز در آمریکا فعالیت میکنه هم جزشون بود، اسمشون الان در این لحظه فراموش کردم، و تعداد زیادی اونا آمدن و توبه نامه نوشتن. آخر شما تصورش رو بفرمایید، اونها رو رها کردن. این دوتا گفتن آقا ما کاری نکردیم که توبه کنیم، ما چیزی نبوده که ما چه کردیم که ما توبه نامه نویسه غلط کردم نامه بنویسیم. اینا رو بردن محاکمه کرد. بزرگترین خطا و اشتباه همین بود. اساسا وقتی این گل سرخی رو آوردن، این بیچاره اصلا یه چیزای پرت و پلا میگفت. آقای کریمی مثلا میگه من از این دادگاه به جان نمیگه آقا من یه مش سخنان پراکنده عرض کنم که خیلی خیلی سوس گفت. آقای دانشیان این دوتا جوان رو و مردم ایران میشنیدن که کسانی اعدام میشوند و اینها، اما به عینه دیدن دو جوان خوش‌سیما، دو تا جوان عرض کنم که مقابل چشمشون محاکمه کردن، بعدم برن تیرباران کردن. هیچ کس در هیچ کتابی در هیچ پرونده شما نمیتونید پیدا کنید که اینها کسی رو دزدیدن یا عملی انجام دادن. این است که به جامعه ایران خیلی سخت اومد. صحبت من سر این بود. واقعا من پشتیبانی از سخنانیشون نمی کنم، چون خیلی پرت و پلا گفت، یه چیزای مارکسیستی گفت، بعد به حسین زد، نمیدونم از این حرفا. فراموش هم نکنیم که در روزگار عرض کنم رژیم گذشته هیچ گونه راهی برای مبارزه سیاسی نمانده بود. هموطن من مطمئنم تعدادی گوش میکنن نمیپسندن، اما حقیقت امر این است که نه روزنامه‌ای بود، نه تشکیلات سیاسی بود، نه عرض میکنم که روشنفکری بود به وجهی که بس کنید در مقطع مشروطه بود. اینا هیچ بسته بودن همه این چیزها رو. این اسلام پناهی هم از فرط بیچارگی بود. یعنی وقتی که چپ رو سرکوب کردن، راست رو سرکوب کردن، ملیون رو سرکوب کردن، هیچ نمونده بود سنگر مبارزاتی. شما اگه تاریخ زندگی آقای بازرگان رو ببینید که ایشون ابتداً ملی بوده، اصلا در مذهبی بوده خودش، اما حزب دینی و مذهبی و این چیزا نداشته، که اسلام پناه نبوده در مبارزات ملیش. ولی بعد می‌بینیم که حزبش هم تازه ساخته. و مثلا جلال آل احمد یک مردی بوده، نمیدونم توده‌ای بوده، بعد آمده بیرون. تمام این راه‌ها رو که بسته شد برای بیان عقاید سیاسی، هیچ کانالی نمانده بود واقعا. تمام احزاب سیاسی تعطیل شده بودن و حزب رستاخیز آمده بود سر جاش. از شود که سانسور به یک وضع شدید خیلی خیلی عجیب بود. از یک سو هم گسترش اقتصادی بود، از یک سو گسترش سیاسی نبود که در جهت عکس هم میرفت. ملاحظه می‌فرمایید؟ این است که جوانای ناراضی مثل بیچاره گل سرخی و دانشیان و همه جوانایی که از کنم کشته شدن در این زندان‌ها یا شکنجه شدن، اینها حاصل دیکتاتوری بود عزیزان. فضای بازی نبود، هیچ چیز کانالی برای بیان عقاید نبود. ما بودیم دیگه عزیزان در اون روزگار. بعد یهو می‌دیدیم که چریک‌ها در جنگل پیدا شدن. خب بله اونا پیدا شدن، تعداد ژاندارم هم کشتن فلان. ولی یا مجاهدین که از کشتن یک پاسبان در تبریز شروع کردن اینها. اما این دانشیان و این بیچاره گل سرخی اینا اصلا کاری انجام نداده بودن که بگن بله در فلان روز اینها حمله ور شدن با اسلحه بخوان ولیعهد ایران رو بدزدن. اصلا همچین چیزی نبود.
یک پرونده درست کردن، یک هفتیری هم آوردن نشوندن، معلوم در کجا آورده بودن و با سر داستان این بود که وقتی که همه چیز به رضایت یک نفر و اربابی یک نفر در جامعه هست، چاپلوسا هم میدان رو داغ‌تر از اونی که هست میکنن برای نشون دادن عرضه و لیاقت و اینها، گرفتن نشان و مدال اینها، از این اقدامات میکنن. این بیچاره‌ها رو آوردن و اونهایی که اینا تعدادش عرض کردم زیاد بودنشون. یکی هم من یادم نیست اسمش چی بود، یک لهجه اصفهانی داشت و اینا اومدن گفتن ما غلط کردیم، بلافاصله رهاشون رفتن منزل خوابیدن. اینا گفتن آقا ما کاری نکردیم. آخه ما چه کردیم؟ ما نه کسی رو دزدیدیم، نه کسی رو زخمی کردیم، نه کسی رو حمله کردیم، هیچی. گرفتن این آقایون رو دادرسی ارتش اعدام کرد و این در واقع آغاز پایان رژیم بود. به نظر من خطای مهلکی کرد رژیم که آمد و یک محاکمه باز نشون داد و مردم دیدن و در واقع خانواده‌های ایرانی با این دو تن عاطفه برقرار کردن که این دو جوان آوردن اونجا محاکمه میکنن و بعدم بردن تیرباران کردن. خب این یک اشتباه بزرگ سیاسی بوده و گل سرخی نه آدم دزدیده بود، نه من هر چی پیگیری کردم ببینم آقا در این پرونده چه بوده، چیزی پیدا نکرد. اگه شما پیدا کردید میفرمایید خب کرده بودن. چه کرده بودن برادر من؟ گل سرخی آدم دزدیده بود.